سفارت تاجیکستان در روسیه با نشر یک عکس از فرودگاه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 18 یونیو سال 2023 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت سه شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان که در قلمرو روسیه بپرستار مانده بودند به وطن فرستاده شدند. سفارت افزوده است که از اول سال جاری علاقه 9 کودک تاجیک به وطن برگردانیده شدند. برگردانیدن این کودکان به وطنشان تاجیکستان بر اساس کنونسیای کشینیوف درباره به کشور زادگاهشان برگرداندن کودکان نابالغ صورت میگیرد. نهادهای دیپلماتی و دیگر نهادهای دولتی تاجیکستان هر سال از روسیه دهها کودک را به تاجیکستان برمیگردانند. اکثر آنها کودکای نوزاد و شیرمکند که زنان شهروند تاجیکستان در روسیه به دنیا میآورند، ولی به سبب‌های مختلف از این فرزندان ناخواسته دست میکشند. یک سبب عمده دست کشیدن این مادران از جگربندانشان در ملک مسافرت در نتیجه رابطه‌های نامشروع غیر نکاحی حامله شدن و تولد کردن این زنهاست و آنها از ترس گپ و خبر مردم و برخورد منفی خویشاوندانشان از این طفلان بلافاصله بعد به دنیا آمدنشان در تولدخانه دست میکشند. همین طور عائله‌های نیز هستند که به سبب به مشکلات اجتماعی و اقتصادی دچار شدنشان از بر فرزند خود در ملک بیگانه میگذرند. برخی مادران به دلیل جدا شدن از پدر کودک به دنیا آوردهشان از طفل خود دست میکشند. قانونهای تاجیکستان بدون اجازت نهادهای این کشور به شهروندان خارجی به فرزندی گرفتن کودکانی را که شهروندی تاجیکستان را دارند اجازت نمیدهد. به این دلیل نهادهای دیپلماتی تاجیکستان در روسیه چنین کودکان را از یتیمخانه‌های این کشور جمع آورده تلاش میکنند که آنها را به وطن بفرستند. چند سال پیش سفیر وقت تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف گفته بود که تاجیکستان فرزندان نادرکار ندارد و هرچند پدر و مادرشان از تربیت آنها دست کشیده باشند هم آنها شهروندان کشور مایند و نباید در یک محیط بیگانه غیر تاجیکی به وای رسند. دوستیف که از سال 2007 تا 2014 سفیر تاجیکستان در مسکو بود گفته بود که حکومت یگان فرزند تاجیک را در غریبی نمیپرتوید. حکومت خودش برای این کودکان هم پدر و هم مادر می شود و آنها را به وای می رساند. معمولا کودکان از روسیه آورده شده را در یتیمخانه ها جابجا می کنند و بعدا می توانند به عائله های مشتاق فرزند همچون فرزند خون بدهند. خویشاوندان مادران سنگدل این کودکان نیز می توانند به خاطر ننگ و ناموس کمر همت ببندند و این جگربندان خود را به فرزندی بگیرند.